پدرم همیجا موجود است. یک وقت من میگفتم این دین تنها به تو رسیده چی؟ این دیگه مولا نیست. دلش ای گپ از دلسوزی برای من میگفت. نه از چی میگفت؟ از دلسوزی که ما بعدا مورد خطر قرار میگیری، مردم تو را بد میگه، رد میکنه. حالی دین خود تنها از تو نیست، این خود از دلسوزی میگفت که بچه ما یک کمی به امن باشه. لیکن ما چی مسئولیت داریم؟ ما برای امن پیدا شدیم، برای از اینکه فقط زندگی ترفع بدون تکلیف بدون مشقت تیر کنیم. خیر خلاص. راستی هم آدم خو میتونه، نمیتونیم. یک امامت خیرخانه را میگیریم هر روز در ترجمه برای شما میگم، او طرف در مکتب معلم میشیم، او طرف بگه در کورسای خصوصی را شروع میکنیم، چپانی کلان نانم سری مردم اواله، پیسه بگوی برقوی گپایم سری مردم اول است، هنوز پیسه کارتم از ختما میبرایه، بگوی بسترای مرا از مردام میبرایه. خلاص دیگه مردم دستای مرم بوسه میکنه. چی ضرور است که خدا در تمام تکلیف پیش کردیم؟ اما یک روز پیش الله متعال پیش میشه. یک روز الله از ما سوال میکنه این کتاب برای چی بود؟ تو همین کتاب خوندی یا نه؟ مطلب این کتاب چی بود؟ مطلب کتاب چی بود؟